یک عذاب، یک روز سیاه. سهمیه ما خریدگی 1400 سوم. سوید نباشه او کوچنا نگذار چه میکنن؟ دایی سکس پچکا مانده نشود. ما به سوید زندگی کردن نمیتونیم. دهم январ 11 سال می شود که ما از روغون سهمیه خریده ایم، اما برقی تاجیک با یک مراجعتنامه‌اش خبر داد که در دهاتی تاجیکستان لیمیتی برق جاری شد. امروز ما به کوچه‌های شهر دوشنبه میبریم و از مردم میپرسیم که اگر برقی تاجیک باز با یک مراجعتنامه دیگر خبر دهد که در بیناهای بلند آشانه لیمیتی برق جاری می شود، مردم چیکار میکنند؟ در خونکی بسیار آدم‌ها علاوه ندارند. خیلی سکس پچکا مانده نشود. البته زیق میشیم. در طرف نویه دنگار زندگی میکنم در سبستان. همین خیلی عذاب داشتیم که تا حاضر نه او داریم. همین سبستان دا او نیست. سوید نیست. یک عذاب، یک روز سیاه. هم خیلی دادر. نداریم. خیلی چیکار کنیم؟ ها گفتن مراجعت کردن خرسان شدیم که ما در سوید میتیم با برقی تاجیک با بخشش پرسید که ما شما در سوید میتیم، لیکن نشد سوید. اینا با 2 روز دادن با اینا گرفته کشتن. نمیگه که در این خونکی خلق چیکار میکنه. عذاب ایست طرفی زندگی وزوین خودتی دستی میره همی 100 سوم سدکت خالی ای بازار میگردی. البته وزوین ای نمیدونم میره مردم خودشون میدونن چی گپ میشه. برای مردم زندگی وزنی میشه. تا حاضر من همه جا با گرمی گذراندگی نیست. مردم بسیارتر گرمی همون چه استفاده برق استفاده میبرن. من اکنون سهمیه ما خریدگی 1400 سوم. لیکن اکنون گفتن که نمیدونم چه فایده میبینیم و نمیدونم. اگر برق خاموش شود دیگه مردم زندگیش دشوار میشه. تیم بولی در همین شهر برای که همه ما با همین برق استفاده میبریم. مثال در جای دیگر مثال دیگ دانچه هست. ما به سوید زندگی کردن نمیتونیم. ما شنایدم میمونم میشینم بکور گشناوتشنا و سوید نباشه او کوچنا نگذار چه میکنن؟ گشنگی هلاک میشه. برای من شکایت کردن در کوره بودن لیف کار نکنه فرمادن او شاید چه میویم؟